روز بخیر. امروز 7 نوامبر است و از استودیوی مرکزی رادیو озодӣ نگاهی می‌اندازیم به خبرهای تاجیکستان و جهان. شهلا گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه به تاجیکستان گاز میآید. مقامات تاجیک با ازبکستان برای گرفتن گاز طبیعی که 4 سال پیش قطع شده بود مذاکرات دارند. رنگ‌های زندگی. سفارت آمریکا در دوشنبه تصویرهای بهترین خبرنگاران آینده را انتخاب کرد. ما اعتراف میکنیم که روزنامه‌نگاران در یک جامعه دموکراتی یک عنصری ضروری است. برای همین ما این خیلی طرفدار کنیم. 100 سال انقلاب بلشویکان جشن و یا мотам در حالی که کمونیستان تاجیکستان از این سند تجلیل میکنند، برای هزارها تاجیکان مقیم افغانستان 100 سال عذاب بود. ماجرا ما را به دائمی درواز پول دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در معبد بغلان بندی، در هم معبد بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم گشتگی و تشنگی را مردن. میان دوشنبه و توشکان مذاکرات برای از سرگیری انتقال گاز طبیعی ادامه دارد. جانب ازبکستان در دور دوم مذاکرات در شهر توشکان که آخر هفته گذشته انجام شد، برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی از تاجیکستان حدود $150 طلب کرده است. شرکت تاجیک ترانسگاز میگوید تاجیکستان تا آخر همین ماه خلاصه نهایی خود را به همسایه کشور پیشنهاد میسازد. انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان 5 سال پیش قطع شده بود. سفر همون مسئله نرخ و حجم بررسی میکنند تا آخر ماه. اگر طرفا راضی باشند ماه دکبر شرطنامه میبندند. نرخش $150 زیادتر پرسیسودیان روزی ما باید بررسی کنیم، نه موافقه کنیم که طلبات باشد. حجمش وابسته از درخواست، ما درخواست گفتیم که ببینیم چقدر درخواست جمع کرده میتونیم. موافقه و مسئله حجم و مسئله نرخ بعد شرطنامه میبندیم. در شهر دوشنبه سفارت آمریکا озмуни به اصطلاح خبرنگاران آینده را نتیجه گیری کرد. طول چند ماه دهها خوانندگان مکاتب میانه کشور امکان داشتند تصویرهای برداشتهشان را از زندگی روزمره مردم به بهاگذاری داوران پیشنهاد نمایند. تشبثکاران اقدام مذکور باوری دارند که چنین آزمونها برای رشد ژورنالیستیک شهروندی مساعدت میکند. شهلای عبدالله گزارش میدهد. عکس گیاهی که در زمین به آب و خشک میروید در میان بیش از 100 عکس دیگر رأی بیشتر گرفت و بهترین تصویر آزمون روزنامه‌نگار جوان دانسته شد. با باور مؤلفش که از مهاجرین افغان است، اثر آفریده‌اش سرنوشت ده‌ها دختر تاجیک و افغان را بیان میکند. او که این را در شهر وحدت عکاسی کرده گفته نیست دستیابی دخترها به موفقیت رویدن سبزه در خشکی را میماند. بسیاری از فامیل‌ها اجازه نمیده دخترای خود به درس بره و پیشرفت کنه. گفته که دین اسلام همه را گفته که درس بخوانید، زن و مرد حقوق مساوی داره، یعنی میتونه درس به یک شکل بخونه. در این آزمون در قطار فاطمه افضل بیش از 30 نوجوان دیگری هم که آرزوی روزنامه‌نگار شدن را دارند با پیشنهاد تصویرهای مختلف از روزگار مردم عادی شرکت کردند. در طول 5 ماه سفارت آمریکا در تاجیکستان در 8 گوشه آمریکایی درس‌های فتوژورنالیستیک را به راه ماند که در آزمون امروزه بهترین ها معین شدند. فکراً برای ما، برای سفارت آمریکا، این نمودی محفلی روزنامه‌نگاران جوان بسیار مهم، چون که ما می‌خواهیم که ما اعتراف میکنیم که روزنامه‌نگاران در یک جامعه دموکراتی یک عنصری ضروری است. برای همین ما این خیلی طرفدار کنیم. با تفاوت از دیگر آزمون‌های ژورنالیستان، یکی از شرط‌های اساسی آزمون این بود که تمام شرکت کنندگان طلبگان مکتب‌های میانه عمومی بودند. تربیه ژورنالیستانی نوراست، همچنین جلب توجه جوانان به پیشه ژورنالیستیکا، رشد ژورنالیستیکای شهروندی و همچنین بالا بردن نقش جوانان در رشد جامعه و حل مسائلی که به زندگی آنها بستگی دارد. کوین کاورت، کاردار موقتی سفارت آمریکا در دوشنبه که در این چهاربینی به حیث مهمان شرکت می‌کرد، برگزاری چنین آزمون‌ها را مهم دانست.
شما با آنچه تصویر میکنید علاقه شما و آدمان است. این یک فاجعه و یا خوشبختی آدمان است. این میتواند یک نظر یا خلاصه شما باشد که میخواهید نشان بدهید. برای همین این یک عکس خالی نیست بلکه صدای شماست. از همه شما تشکر میکنم که اینجا جمع آمدید. سفارت امریکا در تاجیکستان اظهار آمادگی نمود که من بعد نیز چنین لایحه‌ها را دستگیری نماید. اما ادامه یافتن لایحه به شوق و خواهش شنوندگان گوشه امریکایی بستگی دارد. صبح سه‌شنبه هفتم نوامبر قرارگاه شبکه خصوصی تلویزیونی شمشد در شهر کابل با حمله سلاح به دستان مواجه شد. مقامداران افغان و خادمان این شبکه تلویزیونی پشتو زبان به خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد گفتند که شماری از خبرنگاران و خادمان امکان یافتند بنا را ترک کنند، ولی اکثریت اثنای حمله در داخل قرارگاه بودند. طبق اخباری رسیده ابتدا ترکیش به وقوع پیوست و در پی آن کمش 3 سلاح به دست به بنای تلویزیون وارد شدند. در صحبت تلفنی خادمان تلویزیون گفتند که ظاهراً 5 خادم این شبکه کشته شدند. ناظر امنیتی که ورود سلاح به دستان را توسط دوربین مشاهده کرده است میگوید که یک حمله‌گر را به قتل رساند. گروهی به نام دولت اسلامی ادعا کرد که این حمله کاری دست آنهاست. تفصیلات بیشتر این حمله را در سایت آزادی www.azadi.org پیدا کنید. ضمناً بعد از چند لحظه دیگر درباره روزگاری هزارها تاجیکانی که 100 سال پیش در پی انقلاب اکتبر به این کشور جنگ زده فرار کردند گزارش میدیم، اما قبل از آن نگاهی میاندازیم به تاریخ انقلاب اکتبر و شیوه تجلیل آن در مسکو. رسا 100 سال پیش هفتم نوامبر بلشویکان زیر رهبری ولادیمیر لنین با برکناری حکومت پادشاهی روسیه کشوری را با نام اتحادیه شوروی اساس گذاشتند. بلشویکان سال 1918 به آسیای مرکزی آمدند و سال 1920 امارت بخارا را سرنگون کردند. انقلاب اکتبر که به یک روز بعد از سالگرد قانون اساسی تاجیکستان راست میآید تقریبا از یادها رفته است و حالا تنها از سوی کمونیستان تاجیک جشن گرفته می شود. اما در میدان سرخ مسکو روز سه‌شنبه پرد نظامی برگزار گردید. راهپیمایی نظامی به مناسبت 76مین سالگرد پرد بود که در روز هفتم نوامبر در روز انقلاب بلشویکی صورت گرفت و صدها سرباز مستقیم از میدان سرخ به جنگ آلمان فاشیستی رفتند. نیروهای فاشیستی در چند کیلومتری قلب روسیه نزدیک آمده بودند. در روز صدومین سالگرد انقلاب بلشویکی میدان سرخ مسکو دیگر باره شاهد پرد نظامی شد. هفتم نوامبر سال 1941 هنگام اوج تجلیل جشن 24مین سالگرد انقلاب بلشویکی نیروهای آلمان فاشیستی در چند کیلومتری مسکو پایتخت روسیه قرار داشتند. سربازان روس بعد از راهپیمایی مستقیم از میدان سرخ به جبهه جنگ رفتند. بعد از سقوط اتحادیه شوروی تجلیل روز انقلاب بلشویکی رسما قطع شد. راهپیمایی‌ها در روز هفتم نوامبر را چند سال پیش از سر گرفتند، اما امروز را به حیث روز شرف نظامی روسیه تجلیل می‌کنند. امسال در پرد گروه سربازان پولک پرزیدنتی مسئولان آموزشگاه‌های حربی شرکت کردند و قرار است امروز طرفداران حزب کمونیست روسیه با راهپیمایی در مرکز مسکو 100 سالگی انقلاب بلشویکی را تجلیل کنند. حزب مذکور از طرفدارانش خواست با شعارهای زنده باد انقلاب سوسیالیستی، ما با کشورهای شوروی میفخریم و زمین به کشاورزان و کارخانه‌ها برای کارگران و خیابان‌ها برآیند. پرد نظامی را در مسکو تماشا می‌کردید و طوری در بالاتر گفتیم انقلاب اکتبر برای ده‌ها هزار ساکن قلمرو امروزه تاجیکستان همچون مرحله آغاز زجر و دوری از وطن یاد می‌شود. با جاری شدن نظام کمونیستی آنهایی که از این رژیم ناراضی بودند مجبور شدند به آن طرف عمو فرار کنند. تعداد نسلی که از شوروی در افغانستان پناه بردند کم ماندند، ولی فرزندان و نبیرگان آنها زیر تاثیر قصه‌های بزرگسالان درباره تاجیکستان با حسرت صحبت میکنند. اقربای مخدوم عیسامی‌الدین قریب یک عصر پیش از آن طرفی آمو از ترس بلشویکان به افغانستان فرار کردند. اکثری آنها دانشمندان و مردمی دارا بودند. در شاعران، نویسنده ها، داملا سیبا از بخارا اومدی، از کلاب مهاجر زیاد که مثل داملا سیب عبدالحکیم دشتی جمی دیگه، داملا سیب عبدالله که قبرش طرفتره که از چارچشمای کلابای
داملا صاحب غش به نام داملا برات که قبری در مرکز ولسوالی است یا مهاجرایی هستند که از تاجیکستان به این طرف اومدن. چند دهه را در ولسوالی خواهان بدخشان افغانستان مهاجران آن طرف آمو بنیاد کردند. آنها از سال 1920 تا آخرهای سالهای 30 که دوره مقاومت شخصان نارضا از نظام شوروی در مناطق جنوبی تاجیکستان است به اینجا آمدند. خود یعنی زندگی و دارایی را ماندن و خودشون هم دینشون گرفته و از اونجا از دریای آمو عبور کردن به سرحد افغانستان آمدند. نیروهای بلشویکی در دست اول روحانیون و شخصان ثروتمند را تعقیب می‌کردند و گاهی هم آنها قتل و غارت می‌شدند. قشلاقی که قریه‌ای که از همون وقت تا به حال مانده به نام قریه چشمه توت این همینجا زندگی داشته و به اصلاح دین و آیین خود قایم گرفته و مانده. آخر سالهای 30 عصر گذشته رحمت الله عثمان با اقربایش از شوروی فرار کردند. او 9 ساله بود. هر لحظه آن روز را چون دیروز در خاطر دارد و همچنین زجرهایی که در غریبی کشید. وقتی که بعد ما اینجا مهاجر شدیم، از بعد حکومت افغانستان وقتی که بعد نادرشاه را کشتن، بعد ظاهرشاه که در سر تخشیشت، مهاجر در این سرحدا بعد نماند. مهاجرا ما را به دائم درواز کش دادن، بردن در بغلان، ولایت بغلان، در اونجا در محبس بغلان بندی، در هم محبس بغلان بابیام و پدرام و مادرام هم جای گشتگی و تشنگی را مردن. حالا رحمت الله دکاندار است، 90 ساله است و 15 فرزند و 67 نبیره دارد. بعد از انقراض شوروی به تاجیکستان آمد، تبار خود را زیارت کرد. بین تاجیکستان و افغانستان نظامی روادید است. رفت و آمد با خویشاوندان که دریای آمو آنها را از هم جدا کرده است برای آنها ترتیبی سنگین دارد. بسیار با مشکل ویزا میگیری که حتی حکومت در افغانستان دیگه واسطه بازی است. آنها بر اینند که بعد انقلاب اکتبر وطن سابقشان آباد و زیبا شده است. اما انقلاب اکتبر چون صحنه تار تاریخ و روز فراق از اقربا و وطن در یادشان مانده است، هنوز هم زجر آن را میکشند. شما برنامه خبری رادیو ӯзодиро رو تماشا دارید. امروز هنرمند سرشناسی توجیک حبیبالله عبدالرزاقов 80مین سالگرد زودروزش را تجلیل میکند. این هنرمند معروف در سینما و تئاتر دهها نقش‌های برجسته و ماندگار آفریده است و حتی زمان با سیاست نیز همراه شده بود. ولی در صحبت با همکارم منظرانگیز نوروزشاه گفت تا کنون ذوق هنرمندی در دلش جوش میزند و از نقش‌های نوآفریده‌اش تأسف میخورد. مرافعه سر می شود. میبخشی من کتاب دارم. صبر کنید. حبیبالله عبدالرزاقов در 29 سالگی نقش بدریدین را در فیلم مرگ سودخور آفرید. حالا هنرمندی 80 ساله با یادآوری از روزگار گذشته همین نقش را در حیات هنری خود برجسته می‌داند. این از سال 1966 پریمیر شده بود. تا هنوز هم در تمام جهان به انگلیسی هم ترجمه شد، به نمیسی هم، به فرانسوی، به بسیار زبان‌های جهان ترجمه دوبلاژ شده است، نمایش می‌دهند و تلویزیون تاجیکستان، کینوتئاترهای تاجیکستان هم تا هنوز فیلم مرگ سودخور اکتور بزرگ ما ظاهر دوستمتوف قاریش کاملا را بازی کرده بود. من صدریدین بازی میکردم، نه بدریدین، برای ابراز خودی صدریدین عینی را بازی میکردم. حبیبالله غیر نقش بدریدین در 31 فیلم دیگر نقش آفرید، ولی به قبلش دایم آرمان بازی نقش دیگری را در خود میپرورید. مثلا فیلم های فیلینی، انتونیونی در ایتالیا یا در فرانسه، همین چیزهای من آرزو میکردم نقش های عجایب و غرایب را بازی کنم. زدن و کشتن و پراندن فلسفی باشد. افسوس که این خیلی چیزها نرسید. الان حاضر کردم ممکن حاضر علاج نیست. حبیبالله عبدالرزاقов از ضعف سلامتی امکان ندارد در صحنه تئاتر نقش آفرد و در لایحه‌های سینمایی شرکت نماید. او وقتی خود را بیشتر در خانه با مطالعه کتاب و تماشای دوشنبه نو از ایوان سپری میکند. او اکنون برای ورق زدن صفحه زندگی پرپیچ و تاب خود هم وقتی بیشتر دارد. در همینجا این نشر برنامه آزادی به پایان میرسد. اخبار بیشتر از این را شما میتوانید در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما باشد. تا ملاقات فردا.